6'1". Born with a rare disorder called Harlequin ichthyosis. Skin produces too many cells, causing massive diamond-shaped scales that can't retain water. In addition, the eyes are formed inside out. Life expectancy is 2 weeks. This guy's 30. He likes to rip دست درد نکنه مالا جان. الان چای حال میده با این the فیلم. heads in his refrigerator. کیک نداریم؟ And when he's hungry, تخمه. نه he eats them. His known fatalities are in the double digits. سیامک جونم عزیزم. میگم یه چیزی. میگم خیلی خوبه ما بعضی وقتا با هم وقت بذاریم صحبت کنیم ما. Next up, چه خوب. Dr. Allen. میدونی من خیلی دوست دارم ما بعضی وقتا با هم یه کار رمانتیک انجام بدیم. The next two عجب. would not. میدونی مثلا لیلا و نادر هر چند وقت یه بار با هم میرن رستوران، میرن خوش میگذرونن. بعدن خب ما هم اگه با هم اینجوری حرف نزنیم، وقت نذاریم، چجوری میفهمیم چه چیزایی ما رو خوشحال میکنه تو زندگیمون؟ عجب. آره دیگه میدونی. ببین من از صبح تا شب تو خونه کار میکنم، خسته میشم. تو هم خب از صبح تا بعد از ظهر بیرون کار میکنی، خسته میشی. بعد کارهای رمانتیک خستگی آدمو در میاره ها. بعدم اینجوری همدیگر عمیق‌تر میشناسیم. ای بابا. We had with ای بابا چی؟ Cage. Yeah, that's right. سیامک Action hero. Career dive. سیامک We had him working for us undercover. سیامک جانم. گفتی ای بابا، میگم ای بابا چی؟ چی؟ گفتی ای بابا، میگم ای بابا چی؟ نگاه کن تو اون زنه رو. آخه من نمیفهمم. میدونه که شوهرش داره بهش خیانت میکنه، هنوز بهش اعتماد داره. من دارم 1 ساعت با تو حرف میزنم، بعد تو حواست تو این فیلمه ها؟ عزیزم داشتم من صداتو میشنیدم. خب که واقعا که آقا سیامک بابا شما واقعا خانواده‌تر روانتون شیرینه. خب عزیزم اشتباه کردم، داشتم گوش میدادم. حالا چرا قهر میکنی؟ برو سیامک، من اصلا دیگه با تو حرفی ندارم. بابا خب گلم بیا بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. چرا تقی به توقی میخوره تو بلند میشی میری تو اتاق در رو خودت میبندی؟ کوفتمون کردی فیلمو. این دیگه کیه این موقع شب؟